برای اینکه نصب سینک توکار رو خیلی اصولی داشته باشیم باید چند تا نکته رو رعایت کنیم. ابتدا اینه که محل‌های برش خورده رو کاملا با چسب آکواریوم بپوشونیم. حتی این لبه ها که ربطی به این نداره، موقع سرریز آب اینا نشت میکنن و از این قسمت ها آب رو جذب میکنن. و چسبکاری سینک باید به این صورت باشه که یه دور ریز این قسمت ایجاد کنیم و یک بار هم دور سینک داشته باشیم که بعد از نصب این چسب به صورتی باشه که بزنه به بیرون. به این صورت. باید به قدری چسب زده بشه که این چسب موقع نصب سینک از لبه های سینک بزنه بیرون تا از آب بندیمون خیالمون راحت بشه. 24 ساعت به وسیله کاتر چسب های اضافی رو اینجوری قشنگ تمیز میبریم و برمی‌داریم. تمام.